ریاست جمهوری طی همایشی در کابل از هفته شهدا و 15مین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود بزرگداشت کرد. رئیس جمهور غنی از رشادت، فداکاری مجاهدین در دوره‌های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان ستایش کرد و بر پاسداری از ارزش‌های جهادی مردم افغانستان تاکید کرد. از مادر قهرمان نزایده بودند، در چارچوب حوادث قهرمان شدند، قهرمانی را کمایی کردند. از قهرمان قهرمانی را کس پس گرفته نمیتونه، چون تاریخ ساخته شد. اینا را تاریخ نه تنها زمینه داد، اینا تاریخ تغییر دادن، نقطه عطف تاریخ از این مملکت بود. در همین حال رئیس اجرایی حکومت هفته شهید را متعلق به همه شهدای افغانستان می‌داند و ارجگذاری به مقام شهید را وظیفه دینی و ملی از شهروند کشور می‌داند. عبدالله رسیدگی به وضعیت بازماندگان شهدای مردم افغانستان را از اولویت‌های حکومت وحدت ملی می‌گوید. با شهادت خود یک پیام داشت، اما گفته بود که اگر یک وجه به قدر کلاهیم جای بانه، من از وطن خود، از مردم خود دفاع میکنم. این ثابت ساخت. هر کدام ما شعار میتیم، اما در پیشروی ما آزمون قرار داره. یک کس در یک آزمون کوچک قرار گرفته و همگی دیگران را ناکام میکشه و یک کس هم یک آزمون بزرگتر در برابرش قرار داره. همه قدر میگیم که شهدای ما در آزمون خود کامیاب و سرفراز و سربلند به در آمدند. از سوی هم سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که شهدا پیوند مستقیم با مبارزات سیاسی و تاریخی کشور دارند و هیچ کس نباید به شهدای کشور رنگ و بوی قومی و سمتی دهد. شهادت در سطح ملی یک امر شخصی و فردی و یا مربوط به یک گروه خاص سیاسی و یا قومی نیست و هیچ کسی هم نباید به خود حق دهد که به شهدای کشور رنگ و بوی قومی، سمتی و زبانی بدهد. گفتنی است که به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید و 15مین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود 4 تن از جنرالانی که در رویداد تروریستی چند روز قبل در مقابل وزارت دفاع شهید شدند به خانواده هایشان مدال تفویض شد.